پس حفره ببینید اینجا الان یک نمونه اسکن دیگه داریم که یک اتاقک با یه حفره در حدود، ببینید اول سایزش رو ببینیم 1 2 3 4 5 6 7 تقریبا 2 متر در 1 2 3 4 5 6 در حدود 182 در 180. خب در این حدود ما یک محفظه یا فضای خالی رو اینجا داریم به این صورت. خب حالا با مسیری که به این ور میره و خارج از کادر است اصلا ما کاری نداریم، یک راهرویی که منتهی میشه به این ابعاد حدود 2 در 2 مون. ببینید این اطراف همه سنگ خورده است، اطراف سنگ خورده است. اینها این زردها که حالا با یک اینترپولیشن میتونید ببینید که به هم متصل میشن و یک ساختار فلزی به هیچ عنوان نداره، اینا همه سنگ خورده است. خب و این قسمت که بسیار خوب و زیبا توسط اسکنر 3 محور تصویر برداری شده و این حفره مسدودی که به اتاقک است، نمونه بالاخره همچین کاری هست و خیلی خوب افتاده و میشه گفت که جزو اسکن‌های درجه 1 و خوب ما هست. میتونید این صورت اینو مشاهده بفرمایید. و حالا امیدوارم که مبحث حفره به حد کافی نمونه کار نشون داده باشم و سعی میکنم باز هم بیشتر نمونه کار از حفره بذارم و بعد بریم سراغ فلزات مختلف.